ترامقتی تولد شده. من خودم ندانسته خودکشی کردم. پدرشون 3 سالگیش وفات کردگی. کوچه میبرارم یا بچه من مزاق میگیرن. دارو قطعی زندگی میکند اینا. دهنش کف آمده، سیب سیاه شده، همه جای لرزیده. آره دفت شده رو میخوام. میگوید این مرده تمام. باید آیله دار کنم اینایا بگردنی من. آچم مادانی نگاه میکند. ما آچم نگاه کرده نمیتونیم. کلم شدیم. مراجعت دردآلود ساکن شهر ترسونزاده ملکه قوتова ما را وادار نمود که به سراغ این عائله کم بضاعت برویم. این زن بی‌طالع در یک خوابگاه عمومی زندگی کرده 2 فرزند بیمارش را به تنهایی پرستاری می نماید. شوهرش هنوز 17 سال پیش از بیماری سرطان از عالم گذشته. این زن بی‌طالع و 2 پسر دوگانیکش در نیمه راه زندگی تنها و زار مانده است. حسن و حسین از مادر بیمار به دنیا آمده هر 2 کسلی سر یعنی اپیلپسی دارند. مادر در مدت 20 سال سرش را به 100 در زده باشد هم تا به امروز به درد پسرانش دوا یافته نمی تواند. من قوتوا ملکه زاده شهر ترسونزاده. من دوگانی دارم. مایدکیشم ترامقتی تولد شدن. عذاب کشم اینا نپرداختم. بازار هم کلان کردم. اینا اپیلپسی میتید. به خانگی به چیزی گشتیم. نه همی آبشید گرفتگی. خانمو تنگ. پول میسپارید برای؟ پول میسپاریم. چند پول میسپارید؟ خیلی 1 ماه تا خیلی میگیرن. هرچی میبیاد. پدرشون در کجاست؟ پدرشون 3 سالگیش وفات کردگی. من با خاطر همین فرزندا دیگه شوهر نکردم. همینای کلام کردم. دارو قطعی زندگی میکند اینا. نفقه میگرفتگیش خودشون به نمیرسد. چند پولی نفقه میگیرن؟ 270 سوم میگیرن. دارو اوکالاشون هر ماه گسل اپیلپسی میتید. و دائما هر روز دارو خورده است؟ فقط دولت مادر بالنیسه نمیگیرد. دارو اوکالاشون میخرم. دارو قطعی زندگی میکند. کرمیزیپی میخورند هر دویش. حسین بر ضمن کسلی اپیلپسی داشتنش باز معیوب بوده. یک دستش علت مادرزادی دارد. آدمان بیرحمی هستند که به حال این بچه معیوب خندیده. در کوچه و پس کوچه ها حسین را مذاق و مسخره می کنند، می زنند و آزار می دهند. تحقیر اطرافیان به این جوان بیمار خیلی سخت رسیده. الکی چند مرتبه قصد خودکشی کرده است. اپای ملکه نمی داند مهنت کرده فرزندانش را خوراند یا از پس پسر بیمارش نظارت بوده استد تا که حسین مرگ موش یا یگان زهر دیگر را فرو برده خودکشی نکند. کوچه میبرارم یا بچه من مزاق میگیرن. سنگتی میزند یا دستکتی میزند من. ای دستم هیچ کار نمی بیاید. وقتی عصبانی شوند چی کار میکنن؟ بسیار عصبانی شود بای میکند میشکند. خودش دارو خورده خودش نیست میکنم که میگه. چند بار دارو خورد رنمت غلطید. نه و نزدیکی قپیده شیشتم بیرون نبراید گفته ای دستم گریخ رفت برگمش خریده خورده بازور قپیدم دکتر بردم تازه کرده و جلوت کشم ویران کرده خودش. چه خبر یافته؟ نه شام ده گریخته رفتگی بود و این حسن قدی کفتیم بعد پیشی همی وای کاخی نوری یافتیم همینجا بوده
دستش بکلش کرد من خودم نیست میکنم خلاص میشی در پیش خودم همین تاریکی در همین خورد دویده کرده قپیدم در ماشین به سوار کردم بردم کمتر دیرتر میکرده؟ دیرتر خانه به شیشتگی بودم اگر ای قفوش نروم نیست میکرده خودش میگه من این ولیدم هیچی با کار نمیرم معیبم میگه ای دست میچینن ازدواج میکنن بچه ای بولوش میزند اینا چند بار بچه همینجا زدن من به نگو یا احوال شده آمد همه جای زدگی گویم نمیگوید میگه هیچ کی خودم غلطیدم وقتی دردشون خروج کنه چیکار میکنن؟ عصبی میشن؟ گوچه میزنن میشکنن؟ چیکار میکنن؟ ای دهنش کف آمده سیب سیاه شده همه جای لرزیده میگوید این مرده تمام باز زنده میشه اینا دوگانی گستانه حسن حسین وقتی که درد یک تاش خروج میکنه درد دیگریش هم همون وقت خروج میکنه گاه وقت هم خیلی میشد بعد خودم وای میکنم خودم به وزمی میشد نمیدونید با کدومش دارو پارو نباشد اگر اینش نقص باشد رویش میکردم اینم خفت بعد کی با گفتن نمیدونم همسایه ها با یوری فریاد میکنیم؟ همسایه ها یک بار گفتن برای سکاری یکون وای نمیکنم ویزاوتا نمیکنم همسایه های فرزندانش بیمار باشند هم مادر میخواهد قرض انسانی خود را اجرا کرده سری آنها را جفت نماید. اپی ملکه آرزو دارد که دو دخترکی مثل پسرانش علت داشته را به حسن و حسین کلین کند، اما برای این کار مبلغ ندارد. از طرف دیگر منزل آنها در خوابگاه عمومی جایگیر بوده همگی از یک حجره عبارت است و یگان امکانیتی در این حجره خردکک کلین فراوردن موجود نیست. کلم شدیمو آچم نگاه کرده نمیتونم آچم کسا شده من شده همسنیم با من آیلتا شدگی من خواهم آیلتا شده میخواهم مادر کمک کنید التماس ما خونه ما تنگه یاری رسانید التماس من بازار به سودا کنم یا این کسالای نگاه کنم دشوار است کار کنم نمیدونم یک پینسای دادگیش نمیرسد یه پتینکش 200 سوم یه آردش 300 خریب روان 100 سوم شده است باید آیله دار کنم اینایا بگردنی من هم پدر و هم مادر کلون کردم تا که من زنده هستم همینای فرزندار آیله دار کنم بعدی من کی نگاه میکنن آخه اینایم آدم های اینایم آیله دار شود عمرشان هزار نباید شود آرزوی من همین است التماس مهاجر حاجی همین فرزندم هم آیله دار کنم یاری رسانید. امیدواریم که مشتریان سامانه آیله نسبت تقدیر این زن و پسران بیمارش بی‌طرف نمانده در جفت کردن سری حسن و حسین به پی ملکه یاری می‌رسانند، زیرا ازدواج فرموده خداوند و سنت پیغمبر بوده. کسانی که در این کار خیر سهم خود را می‌گذارند ثواب بزرگی نصیبشان خواهد گشت.